سلام دوستان، به کانال آشپزی سالم، آسون و متفاوت خوش اومدین. من رنا هستم و امروز با یک غذای خوشمزه دریایی و یک غذای جنوبی، البته کشورهای دیگه هم انجام میدن، صدف شکمپر با برغول. یک غذای خیلی خوشمزه است و خیلی لذیذه. امیدوارم مورد پسندتون واقع بشه و این تجربه رو انجام بدین و خوشحال میشم اگه تجربه رو انجام دادین. لایک کنید، سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید و اگه موردی هست میتونید برای من بنویسین، خوشحال میشم جواب میدم. همینطور که میبینید صدفای خوشگل و خوش‌طعم براتون آماده کردم. دوستای گل من، موادی که احتیاج داریم مقداری برغول و صدف. یک لیوان برغول توی آب گرم میخوابونم که استراحت کنه و خودشو باز کنیم با مقداری نمک که به اندازه 15 دقیقه میذاریم استراحت کنه. و به مقدار 1 کیلو صدف دارم که تمیز هست، فقط با مقدار آب گرم روش میذارم که دهن صدف ها باز شه که بتونم توشو پر کنم. و اگه احتیاج به تمیزی داره حتما دیواره صدف رو تمیز کنید. همینطور که میبینید تمام صدف ها تقریبا دهنشون باز کرده، من میذارم کنار و حالا مواد شکمپر صدف رو تهیه میکنیم. مقدار برغولی که 15 دقیقه گذاشتیم کنار خوشو باز کنه به اندازه 150 گرم 100 گرم، هر مقداری که خودتون دوست دارین میگو بذارین یا اینکه گوشتای دریایی دیگه که بهتره که ماهی نباشه، چون با میگو خوش درست میشه. مقداری میگو خورد کنید به 1 عدد تخم مرغ، 1 عدد گوجه فرنگی خورد کنید و به مواد اضافه کنید و بذارید با هم ادغام بشن. و همچنین مقداری شوید. مقدار شویتش به اندازه 100 گرم 150 گرم شویت که هرچی شویتش بیشتر باشه خوشمزه تره، یا اینکه گشنیز بذاریم. و این مواد رو با هم ادغام میکنیم و هم میکس میکنیم و بعد میایم صدف ها رو دونه دونه پر میکنیم و کنار هم میچینیم تا آماده بشه برای مرحله بعدی که مرحله پخت. همینطور که میبینید این غذا یک غذای خوشمزه است و لذیذه و سفره رو خوشرنگ میکنه و واقعا غذای خوشمزه است و پیشنهاد میکنم که این غذا رو درست کنید. دوستای گلم، خوشحال میشم منو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید و حمایت هم کنید که بتونم فیلمای زیادی و آشپزی های متفاوتی براتون تهیه کنم. دوستای گلم، بعد از اینکه تمام صدف‌ها رو پر کردیم میذاریم تو قابلمه و مقدار به اندازه 1 لیوان آب بهش اضافه میکنیم و به مدت 20-25 دقیقه میذاریم بخار پز بشه. و البته بعد سوسی که با این غذا میخورن براتون تهیه میکنم که ببینید چجوری سس هم بهش اضافه میکنیم. دوستای گرامی، این غذا ترکام انجام میدن، اما فقط برغول یا برنج با صدف انجام میدن. میتونید به این روش هم درست کنید. و بعد من اومدم بعد که رو اجاق گذاشتم با دمای متوسط، مقداری سویا سس شیرین روش اضافه کردم
به اندازه 1 قاشق 2 قاشق غذاخوری سویا سس بهش اضافه کردم و همچنین سرکه انگور یا اینکه سرکه ماهی و میذاریم به اندازه 20-25 دقیقه با دمای کم پخته بشه و تمام برغلا و گوشت صدف پخته میشه. و اینجا میام من سس این غذا رو تهیه میکنم که مقداری از به اندازه 1 قاشق الی 2 قاشق غذاخوری سویای شیرین یا سویای معمولی و مقدار 3 قاشق 4 قاشق از سرکه سفید و همچنین انواعی از سس‌های تند و شیرین بهش اضافه میکنیم و این مقداری تندم باشه. تند بودنش اختیاریه و به اندازه 2 عدد لیموی ترش آب میگیریم و این مواد رو با هم میکس میکنیم و اگر ادویه ماهی داریم میتونید 1 قاشق غذاخوری ادویه ماهی بهش اضافه کنید. و چون این سسایی هستن که برای ماهی بود من دیگه ادویه ماهی اضافه نکردم و اگه شما این سسا رو ندارید میتونید فقط ادویه ماهی و فلفل تند بهش اضافه کنید و مقداری اگه میخوای شیرینش کنی عسل بهش اضافه کنید و این مواد با هم میکس میکنیم و یک سس خوشمزه و خوش‌طعم درست میکنیم که میتونیم در آخر ازش استفاده کنیم موقعی که صدف‌ها پخته شدن، یا میتونید حالا روی صدف‌ها بریزین و تمام مواد و طعم این سس به خورده تمام برغلا و گوشت‌های دریایی بره و یک غذای دریایی خوشمزه نوش جونتون میکنیم. امیدوارم که مورد پسندتون واقع بشه و خوشحال میشم منو سابسکرایب کنید.